اما یه جمله، حالا یکی میگه آقا بچه شما میگو سنی ها حرومزاده. حرومزاده با ولد الزنا دو تاست عزیزم. ولد الزنا یعنی مادرش به خطا رفت. اما حرامزاده یعنی این. من طبق فقه شیعه عرض میکنم یکی از چیزایی که زن آدم به آدم حروم میشه اینه که آدم تو طواف نسایی که میره مکه تو رکعت نماز طواف نسا را نخونه. طبق حدیث پیغمبر امیرالمومنین من نشون دادم تو رساله. جناب عمر تو بر میشه من نگاه کردی؟ لعنت الله رو یادت نره؟ خدا بیامرزه با من میگفت هر کی اسم اینا رو بشنوه و لعن نفرسته الهی نمک علی که میخوره حرومش بشه. این عمر حرومزاده او دیگه هم حرومزاده بود هم لعنت هم ولد الزنا بود. این که میدونید که من سندش هم دارم. چون باباش خطاب اومد با یکی از کنیزا زنا کرد، بچه دار شد، دختر بزرگ شد، با همون دختر خودش اونم در حال حیض زنا کرد، عمر به وجود. من سندش رو میذارم جلوت. در آقا دیروز نامه برای من نوشته از اول تا آخر فحش و توهین که چرا به سنی‌ها فحش میدی. جواب اون نامه اینه برو یا به شیر مادرت نگاه کن یا به لقمه‌ای که بهت دادن. برو تحقیق بکن درباره خودت ببین با چی درست شدی که اینجوری حرف میزنی. جواب اون نامه اینه. حالا کارت به جای رسیده که به آخوند شیعه فحش ناموس میدی به خاطر سنی؟ به آخوند شیعه روزخون سید الشهدا توهین میکنی برای سنی؟ پس یه سری به مادرت بزن، یه سری به بابات بزن، سری به کسا کارات بزن ببین جای اشکالی چیزی نباشه. اینطوری عمر لعنت الله علیه دید ابوبکر لعنت الله علیه ناراحت گفت جناب ابوبکر چه مرگیتونه؟ شما را در مرض میبینم، چه مرضیتونه؟ گفت دارم نقشه میکشم دشمن علی زیاد کنم، نمیدونم چه کنم. گفت حرومزاده از من حرومزاده بپرس. گفت خب جناب حرومزاده چه کنیم؟ گفت ها یادت یه روز رسول الله رو منبر فرمود علی جان تو میزان حلال زادگی و حرام زادگی هستی، هر کی تو رو دوست داشته باشه حلال زاده است، هر کی با تو بد باشه حرام زاده است. یادته؟ گفت آره. گفت پس اینجا داشته باش هر کی حرام زاده شد با علی مشکل داره. درسته؟ گفت بله. گفت حالا ما چیکار کنیم حرام زاده زیاد میشن؟ گفت نمیدونم. گفت چقدر احمقی، عجب حرام زاده خری. مگه این نمیدونی فقه رسول الله هر کی میره مکه اگه طواف نسا رو انجام نداد و نمازشو نخون زنش بهش حروم میشه؟ پیرمردا درسته یا نه؟ برید بپرسید دیگه. گفت خب چی کار داره اینجا به علی؟ گفت ها باید نماز طواف نسا رو حروم کنیم که مرید ما نخونن تا زنا برشون حروم بشه، به چا بشن حرومزاده، با علی بد بشه. حالا میگی چه؟ حالا تو نامه می نویسی از یزد ما برو بیرون خائن اسرائیلی. حالا اسرائیلی شدن؟ نوشته یه ماش احمق نادون پا تو میشینن. خوبه چند تا دکتر پا من برنشسته باشه، خوبه چند تا دانشجو نشسته باشه. خویی هیچ چی نیست جز حرومزادگی، هیچ چی نیست جز شیر ناپاک خوردن، هیچ چی نیست جز لقمه ناپاک خوردن. به آخوند شیعه آدم توهین بکنه به خاطر این که سنی بعدش میاد. بعد پدر و مادر هرچی سنی لعنت. امام اگه میگه وحدت 20 سال پیشو میگفتن یک، اولا امام نگفتن دو، یکی دیگه بود. امام تایید کردن یک. بنیانگذار وحدت شیعه و سنی امام نبودن. امام لکه دارش نکنید خیر ببینید.
امام نگفتن، رهبر انقلاب هم نگفت. یکی دیگه بود که الحمدلله سیلی فاطمه زهرا هم خورد و رفت کرد. ثانیاً وحدت بین شیعه و سنی یعنی خفقون گرفتن شیعه، یعنی حرف نزدن، یعنی حقایق شیعه رو برای شیعه نگفتن که 4 تا معلم برن سر کلاسه به بچه‌ها و جوانای ما بگن عمر خادم بوده، ایرانی‌ها رو عمر مسلمون کرده، ما حق نداریم به عمر توهین کنیم. یعنی این نه، من تا زندم میگم عمر حرومزاده بوده، تا زندم میگم هر چی سنی حرومزادن، چون اینا نماز طواف نسا رو نمیخونن، اینا زناشون حرومه بشون طبق فقه شیعه، فقه اسلام، فقه نبوی. خب حالا که تو خیلی ناراحتی برای سنی‌ها، تو چه غلطی کردی؟ چند تا سنی رو تونستی شیعه کنی؟ من با همین زبان تیزم 13 تا سنی رو شیعه کردم با اجازت. 13 تا. یکی دیگه هم هست داریم روش کار میکنیم، ان شاءالله 14 تا، نیت 14 هست.